مرکز تشخیصی و توابتی ورورود 22 ایولی سال 2011 با تشریف اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مورد افتتاح قرار گرفت. این مرکز تا امروز فعالیت پرثمر داشته در برقرار کردن سالمی اهالی نه فقط شهر ترسونزاده بلکه دیگر شهر نواحی کشور سهمی باسزا گذاشته است. در مرکز توابتی ورورود تمام نمود بیماری‌ها با اصول جراحی گذرانده می شود. دکترانی با تجربه در اینجا کار و فعالیت نموده بیماران را نگاهبینی همه‌جانبه میکنند. من ناصر و مرحبا از شهر دوشنبه به همین بیمارخانه آمدم. بیمارخانه 4 روز است که در همینجا طبابت گرفته ایستادم. روزی پیش اپراسیون کردن منو. خیلی خوب هستم امروز، من خدا با شکر. سلامتی هم ناز. مدسسترا و دکتراشون جدایم ناز نگاه کردن، تازگی هاشون هم ناز. تلخه کتی از درد تلخه اذیت میکشیدم. سنگ رو من گرفتن روزی پیش. خیلی خوب هستم. خدا با شکر. رحمت به همین سر دکتر، همین دکتر و مدسستراشون باید. ما این نوعی فرخور اومدیم برای اپراسیون. اپراسیون وزنی ترکیب 10 روز طبابت کردم. بعد اپراسیون جراحیشون نقص گذاشت. دکترای نقص خوشمومیله، طبابتشون هم نقص. دکترای مدسستراشون هم دخترای سوز خشرون نگاه بین میکنن، دارو و کولشون از خودشون همش نقص میگذارد. خدا با شکر از 3 روز بعد جواب میشم. برای که تعریف کردن یاد کسوما دارم جک چی کردن. من خواستم دوشنبه دبکن میگه که فرخورده چی کردن که همون جمعی روی لحظه قطعی میگیرن تیزم 2 روز جواب میشه. این جواب هم که ای من کسلم وزمین تر بده برای هم خود 10 روز طبابت کردن بعد جراحی کردن. Assalamu alaikum. Şahatlı rayondan keldik. Şerikarga. Doktorlar juda yaxshi ekan. Doktorlardan, medsestralardan, medbirlardan minnatdorman. O'zimda kista tosh bor ekan, oldi rahmat. Umri uzoq bo'lib ekan butun. در مرکز تشخیصی و توابتی ورورود 30 نفر کار میکنند که از آنها 10 نفرشان را دکتران تشکیل میکنند. در اینجا 1 نفر نامزد علم‌های طب و 1 نفر دکتر علم‌های طب کار و فعالیت دارند. طبق اطلاع سردکتر مرکزی نام برده دکتر با تجربه رحیم جان رحمت‌الله تمام شرایط ضروری برای جراحی و معالجه بیماران گوناگون موجود است. مرکز ورورود دارای 15 کت جراحی میباشد. حجره‌های خواب بیماران نیز با شرایط ضروری تامین است. آینده نیز مسئولین مرکز تشخیصی و توابتی ورورود فعالیت خود را بهتر کرده بهره برقرار کردن سالمی نیازمندان سهم ارزنده خود را میگذارند.